تاج ملکه صحرای بزرگ را بر سر سبینه قاسیمова جایزه‌دار زیباسنم جهان 2013 کسینیا بزوگلووا گذاشت. برای داوران نخستین آزمون زیبایی میان زنان معلول که باید از بین 9 نفر بهترین را انتخاب می‌کردند آسان نبود. شرکت‌داران این آزمون در صحنه با لباس ملی و اروپایی ظاهر شده سرودهای مشترک و رقص‌های مرکب را اجرا کردند. شرکت‌داران آزمون از 2 ماه پیش انتخاب شدند. همه آنها از امتحان جدی و آزمایش روانی گذشتند. برای آماده کردن این بانوان بهترین آرایشگر و ایمیج میکران و آموزگاران رقص المعتا جلب شدند. رقص با آرابچه از همان بخش مشکلی تمرین بود. برای بعضی از آنها این تجربه اولین است. ما فکر کردیم آنهایی که با آرابچه حرکت می کنند می توانند حرکت های رقصی را با دستانشان اجرا کنند، ولی وقتی ما از نزدیک با آنها شناس شدیم اندیشه‌مان را عوض کردیم. بعضی دخترها حتی دستانشان را حرکت داده نمی توانند، چرخ آرابچه را تاب دادن نمی توانند، ولی همه آنها سرود خوانده رقص می کنند. Руки не работают. У нас есть девушки, которые только ножками работают, не могут крутить колеса, но в то же время они будут танцевать и петь. کارلیگاش نوربکова را برای شرکت در آزمون تمام همکارانش تشویق کردند. او در 22 سالگی به زکام گرفتار شد و شدت گرفتن این بیماری او را یک عمری معلول کرد. کارلیگاش مجبور شد زندگی را از نو شروع کند و مدت هاست که در جمعیت معلولان فعالیت می کند. وظیفه او جلب و آموزش دادن کارمندان این جمعیت است که با افراد دارای امکاناتش محدود کار میبرند. ба ин нафарон фаҳмонда мешавад ки чӣ гуна бояд дуруст бо маълулон кор бурд, нигоҳубин кард, ба онҳо осеб нарасонд. ҳамчунин назорат бурда мешавад ки онҳо воқеан кӯмакрасон бошанд, на ин ки танҳо ба хотири пул кор кунанд. کارلیگاش شاعره و عضو اتفاق نویسندگان داوران را با شعرهای ایجاد کرده‌اش و زیبایی خود در حیرت گذاشت و به سیگانه ملکه صحرای بزرگ وارد گشت. Присуждается Карлыгаш Нурбековой. نخستین آزمون زیبایی بین بانوان معلول را تشکیلات زنانه المعتا تشکیل کرده است. این طرح شروع از کارهای تشکیلی و تأسیس جایزه اساسی ماشین سبکرو از حساب اعضایان این سازمان مبلغ گذاری شده است. رهبر تشکیلات میگوید هدف آنها تربیت ملکه های بود که می توانند برای دیگران نمونه عبرت باشند. ман мехоҳам ки ҳоло ин бонувон фаъолияти маънавии худро идома бидиҳанд, ба омӯзишгоҳҳо назди ҷавонони дорои имкониятҳояшон маҳдуд бираванд ва дар мисоли муваффақияти худ онҳоро ба зиндагӣ дилгарм кунанд. бояд барои онҳо собит кунанд ки ҳаёт идома дорад, набояд ҳеҷ гоҳ рӯҳафтода шуд ва барои пирӯзӣ мубориза бурд. ولی به عقیده تشبثکاران آزمون بهترین تحفه برای غالب سبینه قاسیمova این است که او میتواند در آزمون زیبایی جهانی زیباسنم تمدن‌ها قزاقستان را نمایندگی کند.